استفاده ذهن صنعی به مانند چت وا سیستم‌های مانند برای نوشتن کارهای دانشجویان وقت‌های اخیر به یک تجربه معمول تبدیل یافته است. ولی باید دانست که وقتی کار کورسی، رساله دیپلمی یا علمی از جانب ذهن صنعی نوشته می شود، این یک عملی بد است. چت که حتی در تلگرام دسترس است، با وارد کردن درخواست به شما توضیحات را با استناد و منبع‌ها پیشنهاد می سازد. ولی باید دانست که گاه استناد و منبع‌ها از سامانه‌های نامطلوب، بلاک‌ها، مطبوعات زرد پیشنهاد می‌شوند. هنگام استفاده ذهن صنعی برای تهیه رفرات، مقاله‌های علمی یا رساله‌ها خطرهای معین موجودند. یکی از خطرها از دست دادن اصلیت و حقوق مؤلفی میباشد. ذهن صنعی میتواند متن و غایه‌ها را پیشنهاد کند، ولی این میتواند باعث گم شدن موقع شما در کارتان گردد. دانش و ملکه و توانمندی شما را نادرست معرفی نماید. خوف دیگر این سنجش ناکفایه صفت و اعتمادناکی معلومات می باشد، زیرا ذهن صنعی قادر نیست منبع‌های اطلاعاتی را که با آن کار می کند و طور کافی ارزیابی و تفتیش کند. شاید معلومات به اعتماد یا نادرست وجود داشته باشد که می تواند به نتیجه ها و خلاصه های کار شما تاثیر منفی رساند. خطری از دست دادن ایجادکاری و تفکر انتقادی نیز وجود دارد. وقتی که ذهن صنعی نوشتن یا تحلیل معلومات را به عهده میگیرد، دانشجویان می توانند امکانیت‌های رشد ملکه و تفکر خود را که برای کارهای تحقیقاتی مهمند از دست دهند. علاوه بر این، خطر در آن است که استفاده ذهن صنعی می تواند به خلاصه های نادرست یا بی اساس آورده رساند، زیرا خلاصه های تحقیقات باید به تحلیل موافق و همه‌جانبه اساس یابند که ذهن صنعی نه همیشه آن را تأمین می کند. جنبه مهمی روند تحقیقات این مبادله افکار، محاکمه و گرفتن فکر و ملاحظه های دیگران می باشد. استفاده تنها ذهن صنعی می تواند دانشجویان را از امکان گرفتن شرح‌های ارزشمند و تنقید سازنده محروم سازد. زرینه خادجی مراتوه، متخصص ساحه تکنولوژی اطلاعاتی، میگوید که نوشتن رفرات به این معناست که ما دانش‌های اندوخته را روی ورق بیاریم. ولی وقتی دانشجو بدون حصه‌گذاری در نوشتن متن از ذهن صنعی استفاده می‌کند، پس متخصص ساحه خود نخواهد шуд. Если ребенок, студент или человек, который занимается образованием, просто занимается плагиатом и забирает информацию, не вникая в нее, то есть, например, есть такая практика у студентов, они используют нейросети, тот же самый чат GPT, для того, чтобы, например, там, сделать реферат. Для чего делается реферат, мы все прекрасно знаем, это получить знания, закрепить их. Здесь же у нас, получается, дается запрос, нам дается информация, и студент пользуется готовой информацией, не вникая в нее. При этом мы на выходе получаем человека, который не будет являться специалистом в своей области. برای انجام کاری با شرفانه استفاده ذهن صنعی درست نیست. شما چت جی پی تی و پلتفرم‌های با آن مانند را چگونه استفاده می‌کنید؟ در شرح نویسید.